بحران مالی به بازار مطبوعات در تاجیکستان ضربه زده، اکنون نشریه‌ها 50% خواننده فعال خود را از دست دادند. این خلاصه پژوهشی امساله سازمان جمعیتی مدیا کنسالتینگ است که در پی پرسش میان رهبران 20 نشریه مستقل و روزنامه فروشان انجام یافته است. مواد چوبی سال تا سال حالتش بد شده است. سببش همین که رفتار خودی روبریت همین نشریه ها میگم که نیپروفسیوناله روی قانون بزرگ کار نمیکنند. بعضی نشریه ها در پرداخت حقمزد کارمندان مشکل دارند و برخی هم راهی برون رفت از بحران را در اختصار کارمندان پیدا کردند. منوچهر مقصود از جمله خبرنگاران است که جای کار خود را از دست داد و تا یک ماه پیش در روزنامه امروز نیوز کار میکرد. چند مدت است که ترک کار کردم و سبب اساسی همین ترک کار کردن در اون بود که طول 4 ماه 5 ماه از کارخانه معاش گرفته نبودم. تأخیر و کم کردن معاش، اختصار کارمندان و کاهش تعداد نشر روزنامه ها از جمله چاره‌هایی است که برخی از صاحب رسانه ها در پیشروی بحران برای ادامه فعالیت انجام می‌دهند. از 6 نشریه شریف همدمپور، یکی از مدیا مگنت های تاجیکستان، حالا برخی زیان‌آور شده این خسارات از حساب چند روزنامه پرفروش او مثل ریکلام نیا گازیتا روی پوش می شود. ریکلام نیا گازیتا که در آن بیشتر اعلان های اجتماعی نشر می شوند، در حال حاضر از پرتیراژترین نشریه های تاجیکستان به حساب می رود. واقعا حاضر مطبوعات تاجیکستان در شرایط اقتصادی قرار دارد. مشکلاتی که پیش روی مؤسسان روزنامه‌های خصوصی آمده است خیلی وزنی، خیلی گران است. البته هر کس به طریق خود، به راه خود کوشش میکند که از این بحران خود را بیرون کشد. این دستگاه که هر هفته در آن برخی از نشریه‌های مستقل کشور روی چاپ می‌آید، در یک مرتبه توان چاپ تا 30,000 نشریه را دارد. اما در طی نیم یا یک سال اخیر به گفته مسئولین این چاپخانه، دستگاه مذکور از 5,000 نشریه زیاد چاپ نکرده است. گفته می شود به محض مشکل مالی و بحران مالی در طی یک سال اخیر تعداد چاپ اکثر نشریه های مستقل کشور تا 50% کاهش یافته است. هفته‌نامه‌های کلیدی مثل ازیا پلیوس، نگاه، امروز نیوز، آزادگان که عدد نشرشان تا 1-2 سال پیش از 5 تا 15,000 بود، حالا گفته می شود تا 2 مراتب کمتر نشر می شوند. چاپخانه ها هم اکنون مثل پیشین دیگر سیرکار و سیرتشویش نیستند و خراجاتشان به فرق از 1 سال پیش به طور چشم‌رس کم شده است. پیشتر در یک سال ما 12 وگان کاغذ می گرفتیم. حاضر باشد در یک سال 4 وگان کاغذ می گرفتیم. ولی این تنها بحران نیست که نشریه‌های مستقل تاجیکستان را کساد می‌کند. خودسانسور یا پرهیز از نشر مطلب‌های جدی سیاسی یک عامل دیگری به مشکل غوطیدن و کم مطالعه شدن نشریه‌ها عنوان می‌شود. ما فکر می‌کنیم که اصلا که دو عامل وجود دارد. یکی بحران مالی است که درست است و دیگر که امروز مضمون محتوای روزنامه‌ها تغییر یافته است. تقریباً که مواد خواندن‌باب، مخصوصاً مواد خواندن‌باب سیاسی و کسبی کمتر شده است. تنها در 3 سال اخیر بیش از 100 نشریه در تاجیکستان از چاپ مانده، حالا تعداد آنها به بیش از 300 میرسد. با این حال مؤسسان رسانه‌ها به کمک حکومت چشم دوختند. هرچند حکومت در بحران‌های گذشته نیز عملاً از مطبوعات مستقل پشتیبانی نکرده بود. دولت تاجیکستان این هم می‌تواند که بعضی از رسانه‌های ناثمر یا بعضی از رسانه‌هایی که اونقدر تاثیر ندارند در فضای کشور، از قبیل مثل رسانه‌هایی که در ناحیه‌ها در منطقه‌ها نشر می‌شوند و از بودجه دولت مبلغ گذار می‌شوند، از چنین رسانه‌ها صرف نظر کرده تکیه بر رسانه‌های خصوصی کند که منفعت آنها در چنین شرایط برای این دولت بیشتر از آن رسانه‌هایی است که فعال می‌کنند. اما در این برابر تحلیلگران بهتر کردن صفت هفته‌نامه و جالب و جدی‌تر کردن محتوای آن را هم یک راه خوبی نگه داشتن خواننده و دراز کردن عمر نشریه می‌دانند.